صف کشیدند تا از ارادتمندان و اشتراک کنندگان مراسم گرامی داشت و سوگواری حضرت امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه با سوز دل و ادب استقبال نمایند. جمع زیادی از محبان اهل بیت پیامبر اسلام صلوات الله علیه از گوشه و کنار شهر مزار شریف طی فراخوان عمومی اینجا در مسجد جامع سلطانی شهر مزار شریف گرد هم آمدند تا از شهادت و ترور ناجوانمردانه مرجع عالی قدر شیعیان جهان حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه ای رضوان الله علیه توسط آمریکا و اسرائیل تجلیل کرده و با آرمان‌های این شخصیت والا مقام تجدید پیمان کنند. علمای برجسته شمال کشور به عنوان سخنرانان اصلی در این مراسم ترور امام خامنه ای رضوان الله علیه و تجاوز به جمهوری اسلامی ایران از سوی استکبار جهانی و رهبری آمریکا را محکوم نموده و گفتند شهادت رهبر انقلاب اسلامی موج جدیدی از بیداری و آگاهی را در میان مسلمانان و آزادگان جهان به وجود آورده و باورمندان به آرمان این شهید اسلام افزایش پیدا کرده است. شما آمدین میخواهین با رهبرتان با قائم و قائدتان تعهد کنین و در حقش دعا کنین. اون مسیری که رفته است واجب و لازم است که پیروانش باید بره و او را ادامه بدهد و از زنده نگه بدارد. امروز جهان اسلام یکی از فرزندان رشید برومند و توانمندش را از دست داده است. رهبر فقید انقلاب اسلام تمام زندگیش را در مبارزه علیه استکبار جهانی صرف نمود. اگر امروز رهبر از دنیا رفته و با شهادت عروج کرده، همه باید بدانند این پایان کار نیست، این آغاز یک تحول است، آغاز یک بینش است، آغاز یک عظمت است. اشتراک کنندگان این مراسم با شکوه به عشق رهبر و مرجع عالی قدرشان بی اختیار اشک می‌ریختند و تصاویر امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه را به نشانه احترام و محبت بالا می‌گرفتند تا اوج اندوه و احساسات اسلامی را به نمایش بگذارند. شهروندان شهر مزار شریف و مناسبت شهادت حضرت آیت الله خامنه ای رضوان الله تعالی علیه مراسم سوگواری برگزار نمودند و با آرمان‌های والای این شهید والا مقام تجدید پیمان نمودند. خوانش قطعنامه با فرازهایی چون محکومیت ترور حضرت آیت الله خامنه ای رضوان الله علیه و محکومیت تجاوز آمریکا و اسرائیل و ممالک اسلامی بخش دیگری از این مراسم را تشکیل می‌داد. ما این تجاوز آشکار به حریم امت اسلامی و نقض فاحش موازین انسانی و بین المللی را به شدت محکوم نموده و آن را نشانه از سبوعیت، درندگی و خوی وحشیانه نظام سلطه می دانیم. از سوی هم اشتراک کنندگان مراسم سوگواری امام خامنه ای رضوان الله علیه تجاوز و حملات وحشیانه پاکستان به کشور را با برافراشتن پرچم امارت اسلامی محکوم نمودند و گفتند آرمان و سیره رهبر شهید اسلام پس از شهادتش نیز ادامه خواهد داشت. امام خامنه ای واقعا شهادتشان در بین مسلمان ها یک زایه هست و قلب همه مسلمان ها را جریحه دار کردند، اما یقینا در ایستادگی و مقاومت برای مسلمان ها درس و قوت بیشتر بخشیدند که انشالله العزیز طوری که الله رب العزت وعده کرده کامیابی و موفقیت از آن مسلمان ها. قطعا با رفتن شخصیتی مثل امام خامنه ای شهید راه حق و حقانیت این اسلام ضربه نخواهد دید. انشاءالله اسلام با قوت و قدرت و مسلمین و مجاهدین کار خودشون را در سراسر عالم اسلام که تبلیغ و ترویج و دفاع از دیانت و دفاع از دین و اسلام و اخوت باشه به انجام خواهند رساند. ارادتمندان و اشتراک کنندگان مراسم سوگواری امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه
به نشانه تنفر و اعتراض پرچم‌های آمریکا و اسرائیل را در پایان این مراسم آتش زدند.